تسلیم شو. مراد؟ چه خلاقه؟ یا اینکه تو در کوبیدن رو نمیدونی تو همکار؟ آن در دست تو چیکار میکند؟ چرا انگشترین خانم زینب را دزدیدی؟ نفهمیدم. چی گفته ایستاده ای تو؟ چی گفتنم را بسیار خوب میدانی مراد. انگشترین خانم زینب را دزدیدی. عمش را دیدم به اینجا گریختی. تو را تا اینجا تعقیب کردم. کرتا کلاس هم از پس این انگشترین بود. یانکی تو کرتا کلاس هستی؟ بله، من کلاس هستم. این غیر امکان است. این آدم کیوس بوده نمیتواند. معلوم شد که تو کرتا کلاس هستی. یعنی چهره‌ات رو عوض کردی. چخیل زبید است. تو این رو چخیل قدر پنهان کردی. با چهره‌ات رو عوض کردن کارت تمام نمی شود. وظیفه همین است همکار. فریب کردن. خاموش باش. من همکار نگو. ای بس آخر همکار. یک جای خیلی کار کردیم و خاطر روزهای گذشته. خاموش باش. تو رو دستگیر کردم کرتا کلاس.
کنی از جایت خیز. گپت رو نمیگیرم همکار. انگشتن رو گذار. کنی به پشت بگرد. همکارای بس آخیر. پشتت را گردانه حریف. من حالا چیکار کنم؟ او رو گرفته میبرد. گپت رو نمیگیرم همکار. مرا همکار نگو، به پشت بگرد. مرا همکار نگوی. باز یگان حرکت این جا نکنی. فهمیدی؟ این خیل نمی شود. اجازت نمیدیم که او تو رو برد. ایستو! از جایت نجوم که بپرانم. آرام شو همکار. چخیل همکار؟ پیشتر حریف گفتی کو؟ گپ‌های ما رو به دلت نگیر. ناگهان از دهانم برآمدن همکار. خاموش باش. همکار دیوونگی نکن. کلاس بودنم را فهمیدی؟ مرا آشکار کردی. باید موری. به تو وعده میدیم. به خدا قسم کلتکرج بودن رو به هیچ کس نمیگیم. اکنون میدونی که من کی هستم. باید که بمیری. یکی باز نپران. میکشم. نپران. میپرانم تو را. میپرانم. نپران. نه ایست نکن. میپرانم. پرم. چی گپ است؟ کلتا کلاس بودم. چی گپ شد؟ خدای توبه. بگیر سلاحت را. تو را دستگیر کردم کلتا کلاس. التماس نپران مرا. التماس همکار به خاطر روزهای گذشته. آدمی پست. مرا مسخره میکنی بازه؟ تو کلتکلس نیست، همین خیلی نیست شغال. این بیشرم کلاس نبوده است. چه خیلی ترسیدی همکار؟ طبعت خیره شد. بیا بشین. البته که ترسیدم حیوان. مرا میکشتی آخر. از راستی تو رو کلتکلس فکر کردم. آخر ما رو میپراندی. آدمی پست. باز مسخره میکند. کلتا کلاس بگوید حالا هم. چه خیل زیبیده هست همکار؟ بس کن آدمی حریف. با دمتگیز میکنی. تو مرا خنداندی که خدا تو را هم بخنداند. انگشترین آن دختری بیشرم را گرفتم گفته مرا کلاس فکر کردی. من تو رو میکشم. باز مسخره میکنی ها؟ شرم نکرده میخندد. زینب جان دیوانگی نکن. سلاحت رو به زمین گذار. زینب جان سلاحت رو به زمین گذار گفتم. تمام اینا. من تو رو میکشم آدمی پست. تو باز کلاس هستم گفتم مسخره میکنی ها؟ خانم زینب لطفاً آرام باشه. جناب زبید دخالت نکنید. میل جان. این کار بین من و او هست. نباید مسخره میکردی. تو رو نمیبخشم. چی گپ است همکار؟ این دختر چی میگوید؟ من چیکار کردم؟ تنها برای یک انگشترین؟ نسبتی خاطراتی کلتا کلاس به احترامی کردی. کلاس چرا برای تو اینقدر مهم است؟ تو دیگر وقت نداری که این رو فهمی. ایست نکن. ایست. نه.
خودم را به زور داشتم. ترسنجک افلاس. پس چرا این انگشترین رو از اون دختر دو دیدی؟ یکی تو رو میپرانیدم، بعد میدیدی مسخره رو در جنازت همه کسا میخندیدی. این را به تو فهمانده نمیتوانم. چه خیلی فهمانده نمیتوانی؟ مگر ما همکار نیستیم؟ وظیفه مخفی همکار گفته نمیتوانم. وظیفه مخفی؟ گوش کن مراد، من تا امروز از تو هیچ چیز را پنهان نکردم. اگر حاضر به من چی بود نرشان نگویی، این همکاری اینجا تمام می شود. وظیفه من کلتا کیلس را دستگیر کردن است. номи махфияш келас буд. медонистам ки аспасио ҳаст. همکار کلتا کیلس یکی از روزهای مقرری است. چه خیلی عملیات دستگیریش مخفی می شود؟ نمیدانم. وظیفه من تنها او را یافتن است. به فکر تو به کمیسر اونها علاقه‌مندی دارد؟ نمیدانم همکار. در حقیقت کلتا کیلس زنده است، همین خیلی نه ها؟ فکر میکنم که زنده است. میدونستم آخه. این را میدونستی چرا با من نگفتی؟ ها؟ ما همکار نیستیم مگر؟ من از تو یگان چیز رو پنهان کردم همکار؟ مخفی است میگویم، نمیفهمی تو. این انگشترین را استفاده کرده او را دستگیر میکنم. گرفتنم را به هیچ کس نگو، مخصوصا به زینب. магар он ангуштаринро ба ту медиҳам, ангуштарин аз ман аст. تمام، نمیگویم. تو هم ببخشی کمی نافهمی شد همکار. نه همکار، چه خیلی بخشش. آخر خندیدیم کو. ای بگی دسته تلخمه کفاندی. کارت نکه دیگر. خیر، من تو را گسل میکنم. دست بند تو را فراموش نکن. خیر، شب خوش همکار. رحمت بر تو هم. زبید، با دقت باش. تو هم. از پس انگشترین آدم گذاشته فکر کردی که نمیفهمم. ангуштаринамро аз дасти ту мегирам. خدا را شکر که انگشترین را گرفتم. جان من، ایستا، التماس نرفت. تو رو دوست می‌دارم. چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم.
دیگر هرگز تو را تنها نمیگذارم. همیشه در دلم میمانی. قول میدهم. هجری، کار تو در حقیقت مشکل است. خدا مشکلت را آسان کند. من این خیلی نگفتم پدر. چرا نگفتی؟ داد زدن گلوم دیکو. آقای سعدی داد نزن در این وقت همه خواه. داد نزدم. آخی من داد نزدم که داد بزنم. آخر این خیل نمی شود. هر شب حال همین است. نمی شود این خیل. یا صبر. دلگیر شدم آخر. به خدا دلگیر شدم. آخر هجری گپ ایدهانی مرد یک بار مبرایه. تو به من آره برامده سایرم دوست میدارم نگفتی؟ امروز دوست میدارم پگه دوست نمیدارم. این خیلی میشوه. من نمیگذارم که تو مسخره باز بالای حسیات ای دخته بازی کنی. با یکان خلاصه آمدی. من تده دیگه گپ ندارم. نامزدی میکنیم تره سایرم دیوانه را میتیمد. فهمیدی؟ چه خیلی نامزدی پدر؟ من سنم رو دوست میدارم. دلم فدای او هست. بازی میدونی دیلت چقدر چیکار میکنم؟ سری مرا ویران کردید. فهمیدی شما من رای خوب ندار کردم. آقای سعدی بس. همین تو بالای من آره نبرامدی؟ برامدم. ای همونجا داد نزدی که سایرم دوست ندارم؟ نگفتم. چی گفتی؟ من سایرم دیوانه رو نه سنم رو دوست میدارم گفتم. همه شنیدند گوشای من نشنویدند. من با گوشای خودم شنیدم. پدر من سنم رو دوست میدارم گفتم. بلنگو یک ویران شد. چی بلاشید میکروفون ده؟ همون میکروفون ده در سر میده میکنم. حاضر با گناهی میکروفون شده است. همون میکروفونی پاید خود به خود سایرم دوست میدارم میگه. بچم تو چه خیلی بچه بیدیل بوده یا؟ آخه با بالای منوره برامده من سایرم دوست میدارم گفته داد زدی کو؟ پایان که فرامدی میگوی که زیبا سنمی ترکیه را دوست میدارم. اوی خودش چی گپه؟ یا خدایا من چی کار کردم؟ من به سر خودم بلا آوردم. مادر باز نامزدی پامزدی نکنید. نکنید. من به فاتحه نمی اویم. میای؟ اویم هم فاتحه نمی کنم. میای؟ فاتحه کنید هم خاندار نمیشم. چی گفته سای؟ چکر خاندار نمیشای؟ چکر دختر نامزدی کرده با او خاندار نمیشای؟ برای همین شما رو گفته استادم که سروسیمه نشوی. مشکل هجری اگر نمایی من ترا عقد میکنم. حق محلالت نمیکنم. جوش تا به سرت بگی کلت کارفرمان. هجری کلت کارفرمان. آقای سعدی برا جوگت دخواه کن. من خواه کنی میرم. فقط تیاری ها را میبینی. گفت تمام. آخر مادر گوش کنید. من میرم خواه میکنم. مایلش بچم. مادر یک بار گوش کنید مرا. شواد خوش بچم. ای مادر جان این خیلی نکنید آخر.
маро шарманда мекунед. уф, ман ба он номзадӣ намеравам. агар равам ҳам номзад намешавам. не, номзадӣ намекунам, боз айб мешавад. албатта ки ягон роҳашро меёбам. ба фикрам ягон чиз ҳам намеояд. вале шаб дароз аст. албатта ки меояд. ҳиҷриҷон, аз ҳаяҷони зиёд хобат набурд? тавба тавба. барояд шир гарм кунам? не, раҳмат намехоҳам. қаҳва? не, намехоҳам. чой дам кунам? намехоҳам, гуфтам ку. ту ҳам як чизро бале бигӯй, охир ҳама чизро не мегӯӣ. одам каме нисбати номзадаш меҳрубон мешавад, бояд ҳатман дар пояд парона. диламро шикастӣ. охир ба ту ноз кунӣ чунон мезебад ки ин ҳолро бубина. шайдон мегӯяд даҳону бини инро бишкон, вале бояд ангуштаринро бигирам. ин чӣ хел хуб кунӣ аст охир. боз ками сар будааст. мели сарам тоб хурд. кофист, бинши. тоқат карда наметавонам. боз занг мезанам. албатта занг бизан. ана дидӣ, телефонаш хомӯш аст. ай худоё, ба он духтар ягон чиз нашуда бошад. хонум Тулин, шумо парво накунед. ӯ мисли бача аст, ба ӯ ягон чиз намешавад. аз ту ягон кас пурсид? мелис намешунавад охир маро. бо чӣ гап шудааст? зайнабро пайдо карда наметавонем. ба хона наомад, намедонем дар куҷост. ба ин нигоҳ куна. булиштро мисли зан оғӯш кардааста? мисли занҷир сахт аст. کی هستی تو؟ کی هستی؟ کی هستی تو؟ کی هستی توی دختر؟ این رو با من ده. تو کی هستی ها؟ گوش کن مرا. تو چی خیلی به خانه من دار اومدی ها؟ ها؟ کی هستی تو؟ بسم الله. آقای سعدی بخیر آقای سعدی. چی شد؟ گل نه گل نشید. ای پویان آواز آمد آخی
ба хонаи комиссар Мурод дыздир омада боша чӣ? охи осия ақл такантар кор фармод. хонаи комиссар ба хонаи милиса магар дыз медроя. ин овози дига чӣ буд? чӣ боша бо? چی های؟ ман ай ту пурсидам. ман ҳам тра пурсидастам. чӣ ҳай? کی هستی تو؟ سرده سرده اینجا چی گفت؟ اومدم مراد. سرده چی گپ است؟ кудuz дар куҷои? زینب اینجا تو چیکار میکنی؟ کنی گپ زد ای دختر. کجا دزدانی های؟ آقای سعدی دزده نمیبینی؟ این دل کمیسر مراد دزدیدستای. چه خیلی که من دل هجری رو دزدی کردم. من چرا دل این رو می دوزیدم خیر؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ گویا من بسیار میخواهم که دلم را به تو دهم. همین دختر میگم زینب نیست؟ هموی در این وقت شب در اینجا چی کار میکنن؟ چون؟ پدریم با ما چی دخل دارد؟ رفتیم از اینجا؟ چه دخل نداره آخی؟ پدر رفتیم؟ اینها اینجا چی کار میکنن؟ رفتیم پدر. دخترم در این وقت شب در اینجا چی کار میکنی ها؟ حاضر من با شما میفهمونم چرا اینجا هستم. این خیل شد لطفاً کمی یاریم کن. یاری کنم؟ چه خیلی با تو یاری کنم؟ در نصف شب به خانم در آمدی؟ با بالای سرم بر آمدی باز یاری میخواهی؟ برای هر دیمون عاقبتش بد میشه. کاری ندارم چیزی شود شدن گیرم. یگان چیز بگو. چی گویم آخر؟ یا خدایا. حاضر همش رو با شما میفهمونم. این خیل شد من وقت تمام شد. وقت تمام شد. دیدی؟ فهمودن توانستی. چی شد؟ تو هم با من میسوزی فهمیدی؟ من چرا میسوختم؟ آخر هم جور جزیر کردین ها؟ چیکو کردین؟ بازی کردین یا جنگ کردین؟ یک دیگر را خفه کردین؟ چی شد آخی؟ فهموندن نتونستی؟ بازی نکن چیکو میکنی؟ ای با نمیدونم. آقای سعدی این کاری شخصی شونه نپرس بچه ها را ایزانت ده. چی با نمیپرسم؟ این دختر به خانه این بچه میدرومد است در یک گوشه که میستود است من نمیدروم. کمیسره این کارو با تو نمیسیبه. تو باید اگه به این دختر خانه دار شوی اگر این کارو رسوا میشوه. من همین خیلی خوبم. حالا در فکر خانه‌داری نیستم. خانه‌دار شدن نمیخواهم جناب سعدی. گویا که من بسیار میخواهم. با خواستن و نخواستن تو علاقه ندارد. من نمیخواهم جناب سعدی. نه در فکرش نیستم آخر جناب سعدی. حالا در فکر خانه‌داری نیستم آخر. در فکر هیچ چیز نیستم. خوب فکر کن. نه نمیخواهم آخر. فکر که گفتم. دیدی بچه احوال گرفتار شدیم. همش از پشت تو شد. همش از پشت تو. من با تو نگفتم که کمی یوری کن. خاموش ایستادی دیدی سرمون در بلا گرفتار شد. زینب تو چه خیلی یوری میکردم مگر نمیبینی احوالمون رو؟ نمیبینی همه همسایه‌ها ما رو در بالای رخت خواب دستگیر کردن. جایی فهموندن نیست. خاموش بوده است. حاضر دوملا عظیمی در زنگ زنم در رو اومده. نه لطفا زنگ نزنید. اینجا همین مسئله رو میپوشونیم. بسیار دراز کشید. ایرا باید سری وقت فکر میکردیم. من با عظیمی زنگ میزنم. نه حاضر من حالی با جنابی عظمی گپ زدن رو ندارم. لطفا زنگ نزنید جناب سعدی. بعد دوملا عظیمی زنگ میزنم بیایه و کار در گرمیش برای چی زنگ کردی؟ گفتم کویوریم کن. رفتیم دخترم رفتیم. با شما شبی خوش. مادر بیا. بخشش کمیسر مراد. این کار را تنها نکاح تازه میکند. نکاح؟ نکاح یک جای میکنیم. هجری را با سیرم زینب و مراد. خوب فکر کردی جناب سعدی. ولی من نکاح بچه های خودم را کمی پنهانی میکنم. چی با آخی؟ تو کاردار نشو. من خودم حل میکنم. تمام. ها تو دیوانه هستی چی؟ آخر خانم زینب در خانه ما رو چیکار داشته؟ مال خانهش یک طرف در جاگاه خود چیکار میکردی؟ جنابی زوبایت مثلی شنیدتون نیست. چه خیلی مثل شنیدن نیست. همه میگفت میگن. نمیفهمید آخر. چرا نمیفهمم خانم زینب؟ این کمیسری شرمنده انگشترینی من رو بود. این رو از کجا میدونید؟ آخر چشمش همیشه در بالای انگشترین دخترمکی من بود. من خواستم که چیزی دوزیده رو باز پس گیرم. از کجا میدونید که او دوزیده است؟ انگشترینم در رو از جنابی زوبایت. لطفاً رفته انگشترینم رو از دستی گیرید. چی گپ است این دختر با ما که ها باز دیرش رو داده بوده است کو؟ البته او را که رد کردم پرغرور شد. دیوانه خواست مرا کشد باز. یک دقیقه.
این کار را تنها یک چیز سازم میکند کمیسر. زود از پس آمادگی ها شوید. جناب دخترم برویم. پیش درا کنی زود باش. تو هم پیش درا پسرم. رو دختر رو، با تو کاری ندارم دیگر. رو بچه‌می مبارکتان شود. خدا کوشپیرتون کنه. همین دوملا عظیمی است، همه کار حل می شود. تو هیچ پروا نکن. خدا نشان ندهد مقصدی نه. شبتان بخیر. او دختر قدیم تو که بچم خیر. شبت خیر. شب بخیر. شب بخیر. هجری شنیدی همین خیلی یک جای فاتحه‌مون میکردند. شنیدم. من نامزدی نمیکنم. من هم راضی نیستم برادر. دلی من مایل دیگر کس است. خدا نشان ندهد نامزدی نمیشود. تمام. تو حاضر به درون در آمده این را به آنها فهمان. تماما رفته گپ زنم. تو هم در اینجا نشین خونو کسرا و بدر. میدرایم. میله شب بخیر. آخر در این دنیا اگر یگان دختر نماند هم من تو رو نمیگیرم. وسیه دعوتنامه رو حل کردی؟ آقای سعدی تو حالم خوبی؟ من علکه نیست تقسیم کردم. بین چه خیلی خوش رو اومدن. در توی بچه‌مون هجری و سایرم شما را هم انتظاریم. اگر بیای خرسند میشویم. خوبینم؟ این رو شما تقسیم بکنیم. این دعوتنامه های من هستن. ببینید چه نوشته شده است. رسمی پرنده هم گذاشته شده است. به نامزدی پسرمان مراد و دخترمان زینب همه تان را منتظر می شوم. چه آمده است؟ گوش که عظیمی پرنده مونده نه. اول باید تو اونا را راضی گردونی و خیر میدونی. دیدی بچه من چه خیلی بالای من را برآمد عشق اعلان کرد. لیکن همه کمیسر دختر ما زینب دوست می داشته باشه. آخر آنها یک دیگر را دیوانوار دوست می دارند. دیوانوار ناز کرده ایستادند. برای آنها سورپریز میکنم. بعدا با آنها میگویم دعوتنامه ها را پنهانی تقسیم میکنم. این خیلی باشه رفته یک جای تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم. سلام علیکم اکای جوهر. علیکم سلام هجری. و علیکم سلام. آخر این کاری کردن به تو زیبید مگر؟ چی گپ شده است اکای جوهر؟ ایرج باز میپرسد که چی شده است. هجری بسیار تغییر یافته است. مثل پیشتر نیست. من هم حیران شدم. اکای ایرج، اکای جوهر چی شد؟ من چیکار کردم؟ این چی است؟ چی است؟ دعوتنامه. باز به سیرمی دیوانه نامزدی میکردی ها؟ مادر پدر، آنها در حقیقت مرا فاتحه میکنند؟ گویا خبر نداری. باز فریب میکنی برا؟ از نامزدی خبر ندارم. من سنم رو دوست میدارم. میدونید کو من با سنم فاتحه میکنم. ایرج به این بچه چی شده است؟ سنم رو دوست میدارم میگوید. سیرمی دیوانه رو دوست میدارم. یکی اینش یکی ویش. دو دختر رو اداره کردم به تو میزیبد مگر هجری ها؟ خدایا توبه کردم. این چی گپ است که ایرج؟ به این نگر. آخر تو یک دختر زیبا سنمی ترکیه را رد کردی. دختر از پشتی تو شده، از حیات دست کشیده است. دختر بیچاره از اندوه زیاد به رخت خواب افتیده است. آخر که جوهر دیگر هیچ چیز نگم. کافی است. میپرانمت سیرمی دیونه. منتظر شو میپرانمت. آی خدایا این رو بگیر. دیگرش رو بده. سنم ایست دخترم. تو دیوانه شدی مگر؟ میپرانم آن دختر مادر. میپرانم. نکنه برای خدا این کار رو. کی سلاح رو به سنم داد؟ بابای خادر خبر دارد خانم. خادر؟ چرا به دست دختر سلاح میدهی؟ دعوا نکن جان. من دخترم کمی آرام شوم. هجری تو این را به من چخل کردی؟ چخل؟ یا خدایا نکن دخترم. آخر خودت رو میپرونی. این ویران شده است کو پدر؟
تو با دقت باش. آخر این هدف رو نمیپراند یا خدایا، آخر این پرنده نمیتواند پدر. ای خودیر، گریزید بچه ها، همون رو میپراند. مادر، همه پیران شده میپراند. بعد از این دختر بیهانر کسی را داد آخر. خودتون گفتید کشه؟ ادامت را گیر. خودیر دخترم آن سیلا را خود بزمه گذار. آخر همون رو میکشی. قادر دیدی از پشت ما از این دخترمون بچه احوال گرفتار شده است؟ دیدی؟ نه مادر، هجری هم بگناه هست، فهمیدید؟ او بگناه هست. همون سایرمی دیوانه بدرو است که همون زن هجری هم رو از دستم کشیده گرفت. همش از پشت آن زن شد. آخر آن زن هجری هم رو از دستی من گرفته ایستاده است. ولی من میکشم آن دختر را میکشم. او را بچه ها بیدانی چی شده ای؟ کنونی دیوانه سایرام تو رو هم دعوت میکنیم. این چی هست؟ کشو خودت ببین. با نامزدی پسرمان هجری و دخترمان سایرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نوری دیده خاک قدم هایتان. вай аблаҳе занҷирро иваз кардааст. боварам намеояд зайнаб бо комиссар мурод дар хонааш чикор доштааст? ман ҳам пурсидам вале ӯ гуфта нахост. ман ба шумо гуфта будам ки ин духтар ба комиссар дил додааст, вале аз ҳад гузар. кани духтарҳо аз паси кор шавед, кани зудтар, зуд. онҳоро дидӣ? меравем. توبه این بیشرم رو بین با خانه بچه در آمده است. جنابی سعدی اونها رو دستگیر کرده است. اینی با قریبی توی دورندگو نام ما در کوچه بر آمده است. این دختر باز یگان کار بیمانی نکرده با او صحبت کنیم. بخشش یک نمی آیید. لطفاً بیایید. لطفاً بشین چون که مسئله مهم و گپ زیاد است فهمانم. با این دختر اهمیت ندادیم قهر کرده است. از همه خوبش وضعیت را با نازکی فهمانم. خانم چه خیلی میدونید دیشب حالت ناخوشی رخ داد بینمان. به اجازت به خانه هم در آمدید و خواستید که مرا کشید. ببینید اینجا ایزش است. شما را بسیار خوب میفهمم. البته جاذبه مرا طاقت نکردید و به شما بی‌اعتنایی که کردم مرا خواستید کشید. این خیلش را باز نو دیدم. بسیار وقت دخترها برای من بیمار میشوند. وقتی که بی‌اعتنایی کنم دیوانه میشوند. ابله دلی شما را شکستن نمیخواهم، ولی نسبت شما یگان حسیاتی ندارم خانم. مرا خطا نفهمید، دختر زیبا هستید ولی خواست من نیست شیرینم. با شما امید داده باشم که یک جا میشویم. به یاد ندارم میبخشید ولی به حسیات شما جواب داده نمیتوانم. کاش به خانم نمیدر آمدید و پیش از آن با من صحبت میکردید. ба хонат ба хотири ту дар омадам магар? аблаҳ барои ангуштаринам дар омадам. дузди ифлос. حاضر چه خیلی که میبینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر میکند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمیکنم. این را اصلاح کردن در دست شما است. چی گفته ایستاده تو؟ من پلیسم آخر، کمیسر هستم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمیخواهم. به این شرمندگی اجازت نمیدهم. حاضر به همه میگویی که تو به من عاشق هستی و من
در بین همه به تو اعتبار نمیدهم. نمیخواهم که بخت من پوشیده شود. او من با شما چیکار دارم آخر؟ خوب این خیل باشد در حجره من چیکار میکردید؟ یا که خواستید که مرا در حالت خوابم بوسه کنید؟ انگشترینم را از تو میگیرم. گوش کرده نتوانست، حقیقت را قبول کرده نتوانست. چیکار کنم دیگه؟ جورا جون حیف شد اکای کنعان به خدا. برای چی؟ غمگین شده است. چرا آخر؟ آخر دوست داشتهاش رو به هجری میدهند. ها تو آن رو میگویی، فهمیدم. ولی هجرم بسیار نادان بود است برادرم. یک چند سال ادومی سلام میدوید، سلام گفته. خب حاضر باشد دیونه سیرم. بسیار عیب شد، هجری در نمیزیبد. او کمبودی دارد ولی تو هیچ کمبودی نداری. من چیکار کردم؟ اکای کنون یک عروس داشت نامش بانو. تو با او عاشق نشده بودی؟ او را گپ نمیدادی مگر؟ آن زمان که بود عشق بانو و شوکت دست چولاق کنعان نمیکرد حرکت، میگشت در بازار برکت. فهمیدی؟ برو از اینجا. ایتا اول کتابی تاریخ بخون بعد گپ زن حیوان. اینجا کوچه قند به اصل بوده است. این بدبخت گپ تونته. تا اول قصه عشق بانو و شوکت بخون، کلت خالی فهمیدی؟ خالی گفته نیست، مرا عصبی نکن. ترم بدبخت خوار کلتکلس خیلی فریب کرده. شوکت نلا. بدبخت بیسی مرا نام خراب کرده است. نام در خاطر ما اومد. اولیا حضرت کنون. یک جا اومدی؟ اکا چای بیارم. اگر تو مرا دوست نداری زندگی کردنم معنا ندارد. یا خدایا اکای کنون. الله مردم صلات جنازه بنده مومن. اکای کنون مرا یک دختر این ارزش داشت مگر مغزی سرش پشت خورده باشد. دیوانه مغزی سر نداره. کنانی معبدی اونو؟ اکای کنون؟ تو نمردی مگر؟ سراغ نیست کن؟ چقدر مرده؟ چی میگویی بدبخت؟ تا عشقم را به سهرمی دیوانه اعلان نکنم مرگ به من حرام باشد. اکای کنونم این خیل باشد سیرمی دیوانه تو رو میپراند. به فکر من هم انیق میپراند. اگر مرم هم از دستی سیرمی دیوانه مرم. یا توبه. با ملوی جنازتون زنگ بزن. اولیا حضرت زکس داری؟ رحمت مبارک شود، حتما میآییم. تشکر، منتظر میشویم. خیر عزیزم. سلام سیرم. چی شد کنون دیوانه؟ باز یگان دعوتنامه دیگر میخواهی؟ نه من تو را کنی گپ زن آخر. تو را دوست آخر چی شد آخر؟ یگان مشکلی داری تو؟ سیرم من تو را گپ زن آخر؟ سیرم من تو را دوستی. خیر گپ زن. رو از اینجا دعوتنامه ها رو تقسیم میکنم، کاری زیاد دارم، با تو وقت ندارم. خیر تمام شدی دیوانه. من هجریم رو به تو نمیدیم. تو چی کار کرده ایستاده ایستادم؟ خدا لعنت کنده، تیر تمام شده. اکای کنون تو یگان تیری زیادتی نداری؟
نه تو دیوانه شدی؟ چی کار میکنی؟ акай канон бояд он занро бикушам ҳиҷриамро аз дастам гирифтам هیچ به عقلی نکن. раҳоям кун акай канон бояд он سفسطه занро نگو. бикушам کنی мегӯям تاپانچه رو با من ده. ایسا бояд ангуштаринамро гирам. دختر چیکار میکنی تو؟ بخشش پایم لغزید آخیر. من نمیخواهم آخیر. تو چیکار میکنی؟ این کارت نادرست است. من به تو نگفته بودم که از این دختر دور باش. مراد من نگفته بودم که دختر مدام مقولای. چه گپ است همکار؟ من این دختر دوست میدارم ابله. چه گپ است آخر همکار؟ ما تنها صحبت داشتیم. مراد چقدر صحبت داشتی که در بالای پاچش نگیمت بدبخت. بیهودگویی نکن زبید. میدونی که به خاطر دختر من آدم میکشم آدم. کی رو میکشی تو ها؟ تو رو میکشم حیوان. کی رو میکشی تو ها؟ چیکار کردی تو؟ مراد نمور لطفاً. نه چیکار کردی تو؟ جنابی زبید زینب سوزی خوش آمدید. خوش باشید. من به درون میروم. بله تو برو اکنون. همکار خوش آمدی. شین با تو یک چای نوشیم. کوشین بشین. چی شد با تو همکار؟ با فکرم هر دوی آنها به تو دل دادند. عجبا کدامش به تو خوش می اومده باشد. پروای یگان تاش رو ندارم. با فکرم از کمیسر مراد خوشت می آید وگرنه چرا به خونه‌اش می روی؟ آخران بار میگومید که زینب دور باش. چی ها میگویی همکار؟ مراد مطرح نگفته بودم که زینب مدام مخوله. که یکی میبینیم در پیش زینبی. چی گپای؟ اگر او را خوش آید من چیکار کنم؟ همیشه در اطرافم است. چیکار کنم؟ مراد میدونی که بای کارات مرا زیغ میکنی. همکار تو رو چرا زیغ میکردم؟ زینبم زیغ نکن. چالش رو بده. چالش رو دوزده او بسیار زیغ است. دیدی نه این خیلی نمیشود. برای دستگیر کردن کلتا کلاس به انگشترین احتیاج دارم. نمیدیم بخشش. با نزدیکی میفهمیم که تو از قفای کلتا کلاس است یا از قفای چیزی دیگر. حتما میفهمیم کمیسر مراد. با نزدیکی میفهمیم. با این چی شده باشد؟ یا که از من حالا هم شبهه دارد؟ сайрами девона магар ман ҳиҷриамро ба ту медиҳам? ой духтар ту дар ин маҳалла чӣ кор мекунӣ? ё боз аз паси гаҳвора бахшам ҳастӣ? мепаронам туро. ҳиҷрӣ маро дӯст медорад. инро бифаҳм охир. пагоҳ номзадӣ дорӣ медонӣ? чӣ хел номзадия? аҷина? ту ҳам метавонӣ биёӣ. дар ин рӯзи хушбахтиамон туро ҳам даъват мекунем. бигир, шарм накун. ин чӣ ҳаст? ҳиҷрӣ! ака эй бунафша, ман чӣ кор мекунам? агар санам номзадиро фаҳмад маро тарк мекунад. ман бояд ягон коре кунам. ба акат кӯмак намекунӣ ту? ака ман чӣ медонам? мон тарк кунад бе инам ту бо сайрами девона номзадӣ мекунӣ. ҳаргиз. чӣ хел номзадӣ? падару модарам ҳавас нахӯранд. ман номзадӣ намекунам, ба номзадӣ ҳам намеравам. ман санамро дӯст медорам. чашмам ба ҷузу дигар касро намебинам. тамом. ҳатто садояшам дар гӯшам аст. майдачам. ба фикрам садояш дар гӯшат нест, дар берун дод мезанад. санам омадааст. санам? баро ҳиҷрӣ! санам? ҳиҷрӣ! фикр мекардам дигар рӯи маро дида намехоҳӣ ту. ҳиҷрӣ! медонистам ки бармегардӣ майдачам. хомӯш шав. зуд ба поён фаро. ҷавоби ин даъватномаро ба ман биде. фаро! тамом санам, ҳозир мефароям.
ҳиҷрӣ чӣ аст? ман ҳам аз ту инро пурсида истодам. ин чӣ аст? бигӯ чие? ту худатро заҳмат надеҳ. ман мехонам бо завқи баланд. ба номзадии писарамон ҳиҷрӣ ва духтарамон сайрами девона шуморо даъват мекунем нури дида хоки қадаматон. аз касе аз ҳамноми мо аст. магар ту маро масхара мекунӣ? ту мисли ман духтари гулбари зебосанами туркияро гузошта бо он девона хонадор мешавӣ? девона бар ин гап назан. ман танҳо бо ту хонадор мешавам. чашмам ғайр аз ту дигар касро намебинад. зиққӣ накун охир. пас ин чӣ аст? ин даъватнома аст, аммо ягон ҷои тарз нест. ҳамаи зери назорати ман аст. онҳо маро маҷбур хонадор карда наметавонанд ку. онҳо коре карда истоданд ки ман аз ҳиҷрӣ даст кашида ӯро ба гаҳвора бахшаш бубахшам. магар ман ба ин иҷозат медиҳам? гӯш кун ҳиҷрӣ. санам, духтарам дар куҷо ҳастӣ? занг задем ба ту ҷавоб намедиҳӣ. телефонатро ҳам хомӯш кардаӣ. чаро ба инҷо омадӣ духтарам? ин масъала тамом нашуда буд магар? ин масъала ҳеҷ гоҳ тамом нашуда буд ку? ба ту ва сайрами девона хушбахтӣ мехоҳам писарам. ниҳоят духтарам аз ту халос мешавад. биё духтарам, биё 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 рафтем ҷонам. биё 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 ҷонам. абла чӣ ба ҳеҷ кас нагӯед. номзадии духтарам зайнаб ва комиссар муродро ҳал кардам. дар номзадии ҳиҷрӣ ба сайрам ман ин хушхабарро ба ҳама эълон мекунам. чӣ хел аст? ба хайр аст канон. ягон камбудӣ дорӣ? дард мекунад. дарди ишқ мекашам. ба кӣ ошиқ шидаӣ ту? гӯш кунед ҷанобон, ба ҳеҷ кас нагӯед. ба онҳо сюрприз мекунам. ба комиссар мурод ва духтарам зайнаб сюрпризи кори калон мекунам. ба духтарҳои маҳалламон бо чашми бад нигоҳ намекунед. касе нигоҳ кунад ҳардуи чашмашро мегиред. устод, як савол пурсум? кани бипурс қумбача. устод, бачаҳое ки духтароро бо чашми бад нигоҳ мекунанд чанд қабр ғаша шиканам? ҳамаашро яку як бора. чӣ нигоҳ дорӣ ту? савоб гирифта истодам. гуноҳ аст? дастам дард мекунад. мелисҷон, зайнаб духтари амаки ту асту. ба хонаи муроди аблаҳ даромадааст. медонӣ ки вай аблаҳ ором намеистад. ба маҳалла эълон кардааст. ҳама гапи онҳоро мезананд. ба ту чӣ фарқ дорад? гӯш кун мелисҷон, ту ҳам хато карда ба ҳуҷраи ман дарои агар. хато карда мегӯям ки як буста аз рухсораам бикунӣ. ман инро то охири умрам аз ҳама пинҳон медорам. танҳо ту ва ман медонем ана ҳамин хел аз ҷавонмардӣ. гум шав аблаҳ, ту хаёлатро идома бидеҳ. устод, ин духтара худат ба чашми бад нигоҳ кардӣ ку? ӯ духтари маҳаллаи худамон нест. аммо устод, хомӯшро гард қумбача. охир ман ин духтаро кай ба худ ин қадар ошиқ кардам намедонам. бигир. якбора ба сарам мезадӣ. ба наздикӣ онро ҳам мекунам.
چی کار کردی تو؟ جزای تو این است. چند بار به تو گفتم که موی سرم رو سرده. ای دختر تو دیوانه هستی؟ قهرم کرد. قهرم کرد. قهرش کرده است. مرا هم قهر کرد. انا بگیرید بچه. حالت از این بر. چیکار کرده ایستاده تو؟ آی بخشش جنابی زبید. همکار خوب هستی؟ چیکار میکنی دختر؟ ببین بچه احوال آوردی. آخر از پشت این شد. کنه ایست ببینم. دختر چی آدم هستی؟ چشم این بیچاره برام کرده است. چیکار کرده؟ طوله مرا ببین. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. دختر دیوانه. یا خدایا توبه. چرا من وی را فکر کرده ایستادم؟ یا اینکه نسبتش حسی پیدا کردم؟ نه، من زهرایم را دوست می‌دارم. با او خیانت نمی‌کنم. سرم را در گرفت. برآمده هوای تازه گیرم. بسیاری بد گشتیم. همه را دعوت کردیم دختران. دعوت کردیم خاله جان، دعوت کردیم. خیلی پگه میبینیم. هجریم را از دست اون میمون گرفتم. بسیار خوشحال هستم خاله جان، بسیار. وای، ما فراموش کردم که دگونه فاطمه ما دعوت نامه بودم. ما رفتم میتم تو خونه رو. ما میوم. فهمیدم خیلی نه؟ حاضر این دختر رو باید دزدید. از هوش میروانید. بعدم با جیرگتول لیمچه کرده برمیگردونید. فهمیدیم خانم سنم. ایست، با ما میروی. چی گپ است؟ شما آدم های کی هستید؟ بسیار گپ نزن. انا روزت رو میبینی گهواره بخشی پست بیناموس. شما خودتون کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ بعد میفهمی ما کی هستیم. من حالا معلوم میکنم که شما کی هستید. دمت را گیر. ماشین سوار شد. آنها سیرم را میدزدند؟ یک طرف استید از نزدم. سلاحت را یک طرف گیر. زود با ماشین در بسیار گپ نزن. آه، نهایت از این گهواره بخش بیناموس جانمون خلاص می شود. باز شما دوست داشته مرا میدزدید ها؟ حالا من با شما نشان میدیم حیوان ها. پیش درو.
گفتم سیرمی دیوانه آمدم. شما فکر نکردید که کی را بوده ایستاده اید؟ مرا سیرمی دیوانه میگویند. مرا هیچ کس دزدیده نمیتواند. من میدزدم. من کنی گپ زنید شما را کی فرستاد؟ آها، شما را میمون صنمی ترکیه فرستاده است. من با آن میمون میگویم که هجریم را به هیچ کس نمیدهم. هجری از من است، از من. کانونی دیوانه، تو در اینجا چیکار میکنی؟ وای، دیدم که تو رو دزدیده ایستادم، برای خلاص کنی تو آمدم. بس کنی، تو خودت کی هستی که مرا خلاص میکنی؟ خلاص کند نکند هجری مرا خلاص میکند. تو باز کی هستی؟ خیر، مادامی که اومدی اینجا رو تازه کن. با صاحبانشون بفرست. من وقت ندارم، میروم. خیر. چقدر جرأت کردید که زنی دوست داشته مرا بدزدید؟ سلام بینندگان گرامی، اگر خواهشید تماشای فیلم‌های جدید از قبیل هدایت، گلچهره، اسرار ازل، یک اشتباه، در آرزوی پدر و همه روزه در پخش مستقیم آهنگ‌های دلنشین را دیدن می‌خواهید، پس در شبکه همراه استودیو داخل شوید و از نوارهایش دیدن کنید. در شبکه آبونه شوید، از نوارهای نوبتی آگاه باشید. استودیوی همراز، همراز دلش.